چجوری میشه که هزینه‌های خوندن دندونپزشکی تو کانادا رو که تقریباً $200,000 میشه رو پرداخت کنیم؟ من مهسا، 27 سالمه، سال آخر دندونپزشکی تو کانادا. شما اگر که PR یا سیتیزن باشین میتونید اپلای کنین برای government aid که هم میتونه فدرال و provincial باشه و توی آنتاریو به این میگن OSAP که calculate میشه based on income taxتون و اینا. شما فایلتون رو پر میکنین و اینا بهتون میگن که چقدر مبلغ هر سال میتونن بهتون کمک کنن. ولی خب این اونقدر زیاد نیست. یه چیز دیگه هست Professional Student Line of Credit که از بانک ها میتونیم بگیریم و بستگی به بانک داره ولی تقریبا 250,000 تا حتی 400,000 تا هم میدن. یه کمک دیگه که هست بورسری و اسکالرشیپ دانشگاهه که بعضیاشون بستگی به گریدتون داره، بعضیا به لیدرشیپتون که اینم باز بستگی به دانشگاه داره و اون چیزهایی که اونا آفر میکنن که میتونه طرفای 5,000 تا 10,000 تا سالیانه باشه. در کل این راههایی که با کامبینیشنشون کمک میتونن بکنن برای پرداخت کردن هزینه‌های دندونپزشکی، ولی خب بیشتر دانشجوها بیشتر خرجشون رو از کمک لاین آف کردیت بانک ها استفاده میکنن. بای بای.